درود دوستان، وقتتون بخیر. با آموزش بافت این دستبند زیبا خدمتتون رسیدم. یه طرح بسیار زیبایی داره و خیلی هم آسون و راحت هست. خب چیزایی که نیاز داریم نخ موم زده هستش. نخ موم زده شماره 1 میلیمتری ما نیاز داریم که بگیریم. بعد صفحه کارمون دوستان یا مکروم برد هست که این الان که دست من مکروم برد هست و یا میتونین از تخت شاسی استفاده کنین. من اولش برای خودم وقتی میخواستم بافت انجام بدم و اینها از تخت شاسی یا یه بوم نقاشی که پشتش فوم قرار بدید میتونین ازش استفاده کنین و یه مقداری هم سنجاق نیاز داریم برای محکم کردن بافتمون. خب اول دوستان 6 تا نخ 110 سانتی متری رو برش بزنید و ابتدای برای بند دستبندمون یه مقدار باید جا بذاریم که تقریبا 12 سانتی متر تا 15 سانتی متر میتونین شما برای بند دستبند بگذارید. خب من 12 سانتی متر مشخص میکنم دوستان. اینجا یه گره میزنم چون بعد میخوام بافت انجام بدم اینا از هم باز نشه. گره خیلی محکم هم نمیزنم، یه گره اینجوری میزنم. خب بعد با سنجاق دوستان اینو محکم میکنم که بتونم راحت بافتم و انجام بدم. خب برای شروع بافت این مدل 4 تا دونه نخ رو ببینید اینجا جدا گذاشتم، 2 تا اینجا. الان ما با این 4 تا نخ نیاز میخوایم ببافیم که یک بافت کجراه داریم به این شکل. ببینید این نخ اولی رو بر میدارم اینجوری میاد و این نخ دومی رو به این شکل ببینید اینجوری روی این نخ اولی میذارم و از توش در میارم. هر یک گره ما شامل 2 گره میشه دوستان. ببینید ایش. حالا نخ بعدی رو میارم دوباره به همون شکل. ببینید این شکلی و انتهاش رو از اینجا بیرون میارم. 1 2 نخ بعدی 1 و 2. خب شروع بافتمون دوستان دوباره از همین اولی میارم و به همین این شکل میبافم. نگاه این نخ ثابته دوستان، بقیه نخ ها روی این حلقه میشه. از سمت چپم ببینید، از سمت چپ حلقه میشه. و این نخ آخریه به این شکل بافته میشه. دوباره یه بار دیگه نگاه ببینید این نخ اولی بر میدارم این ثابت، بقیه نخ ها روش بافته میشه. هر بافت ما شامل 2 تا گره هست. ببینید 2 تا گره، این آخری هم به این شکل
میبافم. خب حالا میایم سراغ الان نگاه 3 تا حالت اینجوری بافتن دوستان. نزدیکتر بیارم که بهتر ببینید. خب حالا با این 2 تا نخ دوستان ببینید یک بار این نخ از سمت چپ بافته میشه، یه بار از سمت راست. ببین ازش جو رد میکنن و این نخ کلا ثابته، این که تو دستم ثابت، این ثابت، ولی این نخه یه بار از سمت راست یه بار از چپ که بهش بافت مدادی میگن بافته میشه. الان 2 تا بافتم. ببینید الان دوباره یه دونه چپ یه دونه راست، دوباره یه دونه چپ یه دونه راست، که الان من تا حالا 6 تا دوستان گره بافتم. دوباره یه دونه چپ که میشه 7مین گره، 8مین گره از سمت راست میبافم. اینم 9. حالا ببینید نخ نگاه از این بر رد میشه به این شکل بافته میشه. اینجوری هم محکمش میکنم. ببینید دوباره نخ نگاه، این نخ کلا ثابته این که تو دستمه، ولی این نخ زیری ببینید یک بار میاد سمت راست یک بار میاد سمت چپ. خب ببینید بعضی یهو داری هم بافت مدادی انجام میدید. الان نمیدونید دقیقاً شما چند تا بافت زدید. این یک برآمدگی خطایی هست دوستان. ببینید اینجا مشخصه، این خطها رو میتونه بشمارید. هر کدوم این خطایی که حالت یه فاصله ایجاد شده 2 تا گره شامل 2 تا گره میشه. ببینید 2 4 6 8 10 یه دونه اینجا بافتن، 11 تا تا رو من بافتم. خب اینم 12مین گره هم و میام 13مین گره رو میبافم. خب شما 13 تا گره یا 15 تا گره میتونین بزنید. این 14 این 15، یعنی با فرد باشه. خب حالا این که بافتم ببینید این نخی که اینجا هست اینجا داریم از زیر این رد میشه و روی این نخ گره میخوره از سمت راست به این شکل. دوباره یه گره دیگه. هر گره ما پس شامل هر بافتمون شامل 2 تا گرهه دوستان. حتما باید 2 تا گره بزنیم که یه بافت محکمی داشته باشیم. خب حالا ببینید یه نخ بعدی هم از زیر این نخ ثابتم رد میکنم و روش گره میزنم از سمت راست بهش. خب ببینید ما الان اینجا 4 تا نخ داریم، اینجا 2 تا نخ داریم که بافت این رو باید این سمت انجام بدم، این مدل بافت رو، و این بافت رو باید اینجا انجام بدم. خب ببینید از اینجا شروع میکنیم. قشنگ نخ رو مرتب میکنیم. ببینید نخ اولی رو برداشتم میارم اینجوری رو بقیه نخ ها و نخ دوم رو به این شکل روش میبافم. یک، این 2.
نخ بعدی هم بافته میشه. 1 2 بعدی هم بافته میشه. دوباره این بافت ادامه داره دوستان. نخ اول بر میدارم، نخ دوم روش بافته میشه. هر نخی 2 بار گره میزنین دوستان. خب این نخ آخری رو هم روش گره میزنم. خب حالا میریم سراغ این 2 تا نخ دوستان. حالا نگاه 3 تا حالت کجرا بافتم. این 2 تا رو باید به صورت مدادی میبافیم. 1 بار از سمت راست، 1 بار از سمت چپ نخ ما بافته میشه و این نخی که تو دست چپم هست ثابت دوستان، ولی این نخی که سمت راستمه 1 بار میاد سمت چپ راست، 1 بار میاد سمت چپ که هر 2 تاش الان نگاه 2 تا گره زدم الان و 15 تا گره میزنم. این 3 تا 4 این رو ادامه میدم تا 15 تا گره به این شکل بافته بشه دوستان. خب دوستان 15 تا گره زدم. ببینید این نخ ثابته، این نخ ثابت هست و این نخ از زیرش رد میشه و به این شکل بافته میشه که 2 تا گره میزنم دوستان. نخ بعدی رو هم ببینید اینجوری از زیرش رد میکنم. نه ببینید الان این قسمت ما 4 تا نخ داره، اینجا 2 تا. این 4 تا رو دوباره بافت این شکلی میزنم و این 2 تا رو هم بافت این شکلی و این مدل بافت رو هی مرتب تکرار میکنم. ببینید این نخ میاد روی بقیه نخ ها و به این شکل بافته میشه. یعنی تکرار رجای قبلی داریم. دوباره این نخ میاد روی بقیه نخ ها و این بافت ما ادامه میدیم. خب این 2 تا رو هم بافت مدادی دارین دوستان. 1 بار این نخ زیر، ببین این نخ ثابته، این نخ از زیر رد کردم، 1 بار از سمت چپ یا از سمت راست بعد چپ یا چپ یا راست به این شکل بافته میشه. 15 تا گره میزنیم. خب
دوستان من این دستبندم رو بافتم و به طول دلخواهم رسیدم. حالا مثلا مچ دست من که 14 سانتی متر، من 14 سانتی متر این بافتم و ادامه دادم. حالا میخوایم بافت رو جمع کنیم و بند دستبند رو تکمیل کنیم. الان ببینیم اینجا من دیگه 4 تا نخ دارم، این دوتا رو جدا کردم که دیگه برشش میزنم و دیگه نیازی بهش ندارم. این 4 تا نخ رو ببینیم میخوام حالا چجور این بافتم رو جمع کنم. این نخه رو ببینیم به این شکل قرار میدم و این رو ببینید از زیرش رد میکنم و داخل این حلقه رد میکنم و یه گره مربع میزنم به این شکل. دوتای وسط ثابته دوستان. محکمش میکنم. حالا یه بار دیگه نخ این بر به این شکل، بعد این نخه ببینید از زیرش رد میکنم، از داخل این حلقه رد میکنم و گره مربع میزنم. دوتا گره میزنم که بافتم محکم بشه. خب حالا این نخهای اضافی ها رو دوستان میچینیم و با فندک میسوزونم که دیگه باز نشه. خب شما حتی دوستان میتونین 3 تا نخ در نظر بگیرین و باهاش یه گیس باف ببافین. هر مدل که دوست دارین میتونین بند دستبندتون رو ببافین. خب حالا این اضافی ها رو ببینید با قیچی به اندازه حالا 1 میلیمتر 2 میلیمتر میچینمشون به این شکل و بعد میام این قسمت ها رو با فندک میسوزونم. خب حالا برای این بند دستبندمون دوستان میتونیم حالا دور هم بپیچیمش یا یه دونش رو ببینیم به سمت این بر، مثلا از راست به چپ میچرخونم، یکی هم رو همینجور راست به چپ، بعد دوتاش کنار هم میذارم و دوستان برعکس میچرخونم. و بعد به اندازه بلندی دلخواهم برشش میزنم و یک گره میزنم. یا شما میتونین دوستان یک حلقه مثلا یک کریستال مهره یا خرج کار میتونین داخلش بذارید برای زیبایی. هر جور دیگه دوست دارید میتونید انجام بدید. ببین اینجا گره زدم. حتما دوستان انتهای نخ رو فندک رو بزنید که دیگه باز نشه. به این شکل. حالا این قسمت بافتم رو هم به همین شکل انجامش میدم دوستان. خب اینو بازش میکنم. خب دوستان من این سر دستبند رو هم که گره زده بودم باز کردم و میبینیم به این شکل هستش. خب اینجا هم شما هر مدل دوست دارین دوستان میتونین بافتتون رو جمع کنین. حالا ببینید من این 4 تا نخ رو جدا کردم. یک بار نخ این سمتم ببینیم به این شکل روی این نخ ها گذاشتم. این نخ این بری رو سمت چپی رو میگیرم و دوباره گره مربع میزنم.
یک بارم نخ این سمت به یک گره مربع میزنم و بافتم محکم میکنم. و این نخهای اضافی ها رو میچینم و مثل اون سمت این بند دستبندم رو میبافم. یه بار دیگه بهتون نشون میدم. ببینید این دوتا الان بند داریم. یک بار اینو به این سمت چپ به راست میچرخونم، با این دست همینجور گرفتم میشه. این نخ رو هم چپ به راست، یا حتی اصلا میتونین این کار انجام ندین، هیچ حالت پیچ هم داخلش نندازیم. و الان دوتاش که با هم گرفتم از راست به چپ میچرخونم. انتهای بافتمون یا خرج کار، مهره، کریستال، هرچی دوست دارین میذارن، یا اصلا میتونه چیزی نذارین. مثل من یه گره بزنین و یه 2 میلیمتری انتهایی رو برش بزنین و فندک بزنین و بافتتون به اتمام برسه. و نخهای اضافی رو میچینم و فندک میزنم. خب دوستان، من این دستبند رو بافتم و بافتم تموم شده. حالا میخوام این بند دستبندم یه گره کشویی روش بذارم و دیگه بتونم از دستبند استفاده کنم. یه نخی رو به طول حالا 15 سانتی متر اینا تقریبا برش میزنم. ببینید به این شکل. اول یه گره معمولی میزنم، محکمش میکنم. ببینید دوباره گره مربع داریم. یه بار نخ سمت راست به این شکل، این نخ یکی ببینید از روی این بلند میشه میاد داخل این حلقه خارج میشه. خب حالا ببینید اینجا که دقت کنید یک برآمده وجود داره. ببینید این قسمت که نشون میده من باید این دفعه نخ این سمت بافتم، نخ سمت چپم این حالت قرار بدم و با نخ سمت راست از زیر رد کنم و از داخل این حلقه بیرون بیارم. الان ببینید این برآمدگی این سمت هستش و نشون میده ما نخ سمت راست رو باید به این شکل قرار بدم و این نخ رو از زیرش بیرون بیارم و داخل این حلقه خارج کنم. حالا به هر اندازه که دوست دارین میتونید این بافت رو داشته باشین دوستان. و محکمش میکنیم و بعد برشش میزنم و با فندک کورش میکنم دوستان. که باز نشه. ببینید خیلی راحت میشه دیگه ازش استفاده کرد. به این شکل ببینید جمع و باز میشه و خیلی کاربرد داره دوستان گره کشویی. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید و حتما ببافید.